سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یه پست آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. 12 روش برای تنظیم سیستم عصبیتان. 1. پیاده روی در فضای باز. 2. نوازش کردن یک حیوان خانگی. 3. تمرین تنفس عمیق. 4. انجام مدیتیشن و ذهن آگاهی. 5. گوش دادن به یک موسیقی آرامش بخش. 6. فاصله گرفتن از شبکه‌های اجتماعی. 7. در آغوش گرفتن یک فرد نزدیک. 8. گریه کردن با هدف تخلیه عواطف شدید. 9. انجام تمرین آرامسازی پیشرونده عضلانی. 10. وقت گذراندن با دوستان مورد علاقه شما. 11. عرق ریختن در اثر تمرینات ورزشی در باشگاه یا خانه. و 12. خوابیدن در یک ساعت مشخص به طور منظم. برای شما تایمی که برای این روش ها در نظر گرفته شده رو توی کپشن نوشتم، اون رو مطالعه بفرمایید. با تشکر از شما، کلینیک روانشناسی مهرسا.